به نام خداوند مهربان. السلام علیکم. پیران مای برش قیچی میکنم. 4 متر تکه است. این برای قد متوسط است، یعنی نه بسیار بلند. قدش 56 گرفتم، مکمل همراه دوختش. قد بلند دارین 58 یا 59 بگیرین. خوب تکه ما قاط کردیم، 2 قاط متوجه باشین. قد بسیار دراز بود، مکمل نامده، بسیار معذرت میخوایم. تکه تخته پیشوری که قاط کردیم هاف یعنی نیمه 4 انچ، مکملش 8 انچ میشه. تخته پیشرویش تنها ببینین خط میکنم به اینجا نشانی 4 انچ. این قسمتش از سر شانه تا قسمت سینه 8 گرفتم که به حساب زیر قول میشه. خط میکنم 4 و نیم که مسافه سینه 9 انچ میشه. از قسمت سینه تا قسمت کمر 7 متوجه باشین، 7 گرنج گرفتم. اینالی را هم خط میکنم، فاصلهش باید از 9 انچ باشه مثل قسمت بالا. بعد از کمر تا سورین خوب متوجه باشین 7 انچ است، فاصلهش عین شکل. خط میکنین، بعد از او کمک کلانتر شده میره. خوب خط میکنم، خوب دقت کنین. بعد از اینکه خط کردم تا قسمت سورین است، البته اینمی قسمت سورین است. اینال از قسمت سورین تا قسمت ماهی زانویتان 13 انچ گرفتم. قسمت زانو که باید از زیاد کلان نشه 5 انچ گرفتم. پیش رویش تخته پیش زانو را 5 انچ متوجه باشین که کلان نشه، که شکل ماهی را برای خود نمیته. فاصلهش نیمه 5 مکمل، یعنی یک تختش 10 میشه. آله امو بال ماهی را قیچی میکنم که 23 انچ است. اگر قدتان زیاد بلند باشه 26 هم میتونین یا 25. 23 بال ماهی به یک طرف قیچی میشه. بال ماهی به یک طرف قسمت خط میکنین به این شکل. خط کش اگر داشتین در خانه خط کش استفاده کنین، کسایی که نویاد هستن. لب دامنش نیمه 10 گرفتیم که مکمل 20 میشه. تنها تخته پیش رویش. خب این 2 تخته پیش روی و پشت سر مکمل شد، خط کشی شد. حالا قیچی میکنم. خوب دقت کنین. بعد از اینکه قیچی کردم باز 2 تخته بغلش قیچی میکنم، راست و چپشه. با من باشین، خوب به دقت سعی کنین که این پیران به دردتان میخوره، بخصوص برای محفل. خوب ما تخته پیشوری قیچی کردم. حالا نوبت 2 تخته بغل است که دست راست و دست چپ. پیرانم به این شکلی قسمتش قیچی به خاطر کردم که بال ماهی معلوم شود. خوب این قسمت شانه را به قسمت بالا قرار دادم به خاطر درست ویدیو بیایه. حالا برتان 2 ترکش یعنی همون قیچی میکنم. متوجه باشین این سایز اسمال است. اگر شما سایزتان کلان است اندازه تان کلان بگیرین. فقط تخته سینهش مهم است. 4 تکه است. اینمی قسمت 4 است که 2 تا تخته پیشوری 4 گرفتم که مکمل 8 میشه. 2 تاش زیر قولش 9 انچ است. متوجه باشین. این ترک قسمت زیر قولش هم 9 گرفتم. خوب بعد از اینکه از زیر قول تا کمر 7 انچ است، من دو قسمت دیگه هم خط کرده بودم. ببینین 7 انچ قسمت کمر میگیرم، چنگی کمر. شما میتونین اگر کمرتان کلان بود 8 یا 9 هم میگیرین. از کمر تا قسمت سورین 6 انچ گرفتم. اینا را به شکل کچ خط میکنم که گولی ماهی را بکشه، به شکل چقر شوه، یعنی گل شوه. خب
حالا این قسمت کمر خط میکنم برای ما معلوم شود چقدری کمر. به این شکل این قسمتش 8 گرفتم که این اموز شیپ سورین میکشه. از قسمت سورین تا قسمت بال مایی آینک زانی ما 13 بود. متوجه شدین که من دوتر هم گفتم. تمامش ما برای شما سورینش قسمت گولیش 9 اینچ گرفتیم. تمامش ما برای شما دانه دانه اندازه کردیم تا که براتان آسان شود. هر جایی که مشکل داشتین ویدیو را استارت کنین، براتان آسان میشه. طریقی بسیار آسان است. و همچنان باز بال مایی 23 اینچ به هر دو طرفش یک رقم باید از قیچی شود. هم طرف بغل، هم ترک پیشروی و هم تختی پیشروی باید از بالایش به یک اندازه قیچی شود. 23 23 23. حالا من قیچی میکنم، متوجه باشین زیر قول قیچی میکنم به این شکل. من این ویدیو را دوختش بسیار کم ماندم به خاطر فقط طریقه برش کردنش مهم است. دوختش آسان است. نگفته نمانه که من استر برازی استر هم دادم. استرش یک لخت قیچی کردم. شما میتونین استرش شما هم اگر استر کار داشت بتین، اگر نداشت فرق نمیکنه. خب حالا قسمتش قیچی کردم به این شکل. بسیار آسان است. یک دفعه چشم آدم کار کنه باز براتان آسان میشه. اول کوشش کنین در تکیه بیکار قیچی کنین براتان آسان شود. در غیر از او خدای نخواسته تکیتان خراب نشه. خب من پیران قیچی کردم. دیدین که قسمت پیران، قسمت سورین به شکل برآمدگی داره. این مهم است که یکی کوشش کنین که قسمت سورین بسیار چقر و بی‌معنا نشه. یعنی خدا وقتی که بپوشین خلطگک نشان میده، استاده میمانه. این قسمت شانه رم متوجه باشین. من یک بغل قیچی میکنم مثل دیگه پیرانا واره. البته پیش رویش کوتاه، پشت سرش دراز. زیر قلوش هم بین مثل ویدیوهای دیگه واره چقرتر قیچی میکنم. یخنش فرق نمیکنه. شما میتونین کشتی بدوزین و یا گرده چقر. او ذوق خودتان است. این قسمت پیشروی بود که من را کوتاه‌تر قیچی کردم نسبت به پشت سر. حالا یخنش قیچی میکنم. شما کوشش کنین اندازه کنین. من چقوری یخن 5 گرفتم. شما میتونین 6 هم بگیرین. نشانی به خاطر کردم که در وقت دوختن از پیشم اشتباه نشه، به خاطر که درز پیشروی ترکاش کوتاه‌تر است. یخن پشت سرم کمکی 3 اینچ گرفتم. چقوریش البته شما میتونین 2 اینچ هم بگیرین. اگر خوش نداشتین یخنتان کلان باشه. بعد از اینکه قیچی کردم آستینش همچنان مثل دامنش اوریب گرفتم که نیمش 8 اینچ است. متوجه باشین. باز میگم سایز خورد از درازیش آستین البته 8 اینچ یا 9 اینچ میتونین بگیرین. فرق نمیکنه. باز فقط کفش درازتر بگیرین. من قیچی کردم. دان آستین 5 گرفتم. زیر قولشم 9 اینچ است. متوجه باشین یک طرف 9 اینچ است. مکمل 18 نشته کردیم. این قسمت آستین 8 اینچ است. نظر بر درازی دستتان است. دو قیچی کردن آستین خوبی دو ماندیم. یک طرفش کوشش کنین مثل زیر قول واره چقرتر قیچی کنین. 1 اینچ و یا نیم اینچ. این قسمتش هم قیچی میکنم و میرسه نوبت کف آستین. کف آستین نگفتن نمانه که ما قسمت درزش دراز گرفتیم و قسمتی که پشت دست میایه او را بند خود برابر پشت دست گرفتیم که مکمل آستین 22 است. اگر دستتان دراز بود فقط آستین بالا اما 8 اینچ یا 9 اینچ کفایت میکنه. شما کف آستین دراز کنین. خب حالا من این قسمتش قیچی میکنم شکل اوریب. به شکل اوریب که امخوانی به دامن داشته باشه. این قسمتش برابر دان آستین قیچی کنین. اندازه میکنین به این شکل مثل دامن اوریب قیچی کنین. 4 اینچ به این شکل اندازه کنین که کلانتر زیاد نشه از او کرده یا 3 اینچ کفایت میکنه. بعد از او گیره خط کردین قیچی کنین. بعد از او اندازه میکنین درازی همین کفشه که من کف زیره
14 اینچ گرفتم و این قسمت درزش 20 اینچ. اگر شما خوش داشتین میتونین که از او کده هم این قسمت درزش از درازتر بگیرین. آستینش 23 شما میتونین 24 نظر بر درازی دستتان است. خب بعد از اینکه قیچی کردم حالا آستین مکمل اندازه میکنم، خط میکنم به این شکل. کفش گفتم 14 اینچ است، قسمت پایینش 20 اینچ. خط میکنین 1 اینچ شما خطش دراز کرده میرین. به این شکل این رقم بسیار آسان میشه، برتان جنجال خلق نمیکنه. شما میتونین که اردوش 14 اینچ فرق نمیکنه، دراز نکنین، فقط همونطوری قیچی کنین. میره به مو شکل خواستم یک دیزاین بدم، به این شکل قیچیش کردم. خب بعد از اینکه خط کردم قیچیش میکنم. با ما باشین، ویدیو را تا آخر ببینین، خدا کنه که خوشتان بیاد. خب این هم شد آستین قسمتکش اندازه میکنم. قیچی کنین، متوجه باشین، به خاطر بر دوختن مشکل نبینین. به این شکل درزش البته این قسمتکش دراز است، میتونین شما از این کده هم دراز بگیرین. بعد از این آستین قیچی کردم، حالا نوبت دوختن است. بسم الله گفته شروع میکنم. همیشه عادتتان باشه که وقت پیش از هر کاری میکنین بسم الله از یادتان نره. من تو درزایش تمامش تار انداختیم، نگوین که دوختی، تمامش تار انداختم. به نمایدگی تمام درزای یکیش میدوزم، باز زیگزگش بعدن میکنم.